این سیاهی کیست که با خودت آورده ای قالقال؟ این چه سر و وضعی است که وی دارد؟ این سیاهی یکی از اهالی روستاست که امروز در چاهی فتاده بود و وقتی او را بیرون کشاندندیم این گونه شده بودی و یک ماده ای را با خودش به بیرون آورده بودندی. این چگونه ماده ای است که چنین بویی میدهد؟ بروید و تا خاک بر سرمان نشده ببینید دقیقاً چه آفتی است که در چاه روستایمان افتاده. آنها به سر چاه برفتندی و بررسی کردندی که در چاه چیست که چنین سیاه و بدبو و بدمزه می باشند. کدخدا آقا، نام آنچه از چاه روستا برآمدی نفت خام است و ماده‌ای با ارزش که میتوان با قیمتی گزاف به روستاهای اطراف فروختندی. خب پس برو و همه اهالی را یکی یکی در چاه بینداز تا هر کدام روزی 1 سطل استخراج کنندی. اما کدخدا آقا، اینها رایگان در چاه نمی روند، باید دستمزدی را برایشان مقرر کردی. دستمزد چه؟ تو چقدر ساده لوحی قالقال. برو کارگر مدت موقت استخدام کن، بعد نه به آنها دستمزد بده نه مزایا. و اینگونه بودندی که کدخدا آقا رؤوس این بندگان خدا را به اسم کارگر مدت موقتی کشید. یه پاپاسی هم کف دستشون نذاش خیر ندیدن. خب هر کی باشه صداش در میاد دیگه. آن سیاه چیزی که در این چاه‌ها آفت روستایمان شده بلای آسمانی است و ما باید هرچه زودتر آن را از برج بلند دموکراسی روستا خارج کنیم. همانطور که میبینید اهالی روستا به دستور کدخدا آقا روزی 3 بار در این چاه میپرندی و سطلی را بیرون میآورندی و رستگار گردیده و گناهانشان بخشوده میشوندی. خیلی هم راضی میباشندی. ای خدا. و اینگونه بود که چاه نفت روستا ملی و صنعتی و از این حرفا و کارگران سیاه نفتی که مفتکی و پیمانی و قراردادی و از این حرفا آفت رو از چاه استخراج و صادرات نمودندی و خوشبخت و رستگار شدندی. برو کنار آقا، برو کنار، نفتی نشی آقا، برو کنار.